ассалому алайкум бародарони аҳлу ислом. бародари ман рӯзи якшанбе соату 8:20 ба ман гап задагӣ то имрӯз ягон даракаш нест. муҳаммад али қурбон илоҷаш бошад, худованд аз шумо розӣ бошад, ӯро ёфта ба ман диҳед. акай бобоҷон, худо аз шумо розӣ бошад, дар ду ҷаҳон сарбаланд бошӣ, худованд аз хор нашавӣ. илтимосаку ҳамаи бародари моро ёфта битӣ. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'ston aziz, xudo nigohbontu boshqa. Az har یک ادمی شما خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید به خاطر همین مادر و به خاطر مادرانی که از با گام میزنم دربارشون ویدیو را پهن کنید، دستگیری کنید. محمد علی قربان سال تولدش 1990. دوستان یک روز یکشنبه 15 روسید برآمده. اویلش گفته که مقصد من یاد جا میرم، بعد امجا زنگ میزنم. اما خواهری که مقصد اپش با ما زنگ زد، میگه که وای هر سحر یا برگاو میزد، هر سحر یا برگاو میزد. به خاطر که یعنی که خیلی عادتش همی بود. متاسفانه طولی 10 روزید بدرک است، زنگ نزده با یگان کسا. اویلش گفته من یا جا میرم بیزبی کار که در طرف قریم ایم، در طرف قریم تشویشی مخایلش از روی همیه. به هم خاطر دوستان خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید. دودار در جای باشه، اگر ویدیو را دیدی خواهش میکنم زنگ بزن به اهل بیت. رقمو در روی اکرانن، ای اپاتان یا نمیدونم ای خانگیاتان از کد میاسن با ما را روان کردن. التماس بچه‌ها ویدیو را پهن کنید. خب باز من با ویدیو میمونم دوستان عزیز. گفتم برای مادران، یعنی که من دین ابیشت کردم که برای مادران، برای 25 نفر زن، یا رقمش در روی اکران، برای 25 نفر زن. السلام علیکم برادران، پدران، مادران، دادران، خواهران، کلی مسلمانان. من همین خیلی جای کار است. حاضر من به شما از پیش نشون میدم. من برادران جای کار، اپول خواهران. من همین خیلی کار. اویلیک 52,000 سومون. یک وقت به 12 ساعتی کاری، از ساعت 8 تا 8. من اپول خواهران همین تک جای کار. 20-25 نفر زنک و 5-6 مرد کار. من همین زنک ها перебирать میکنم. جای کار دمیتروف، подмосковье, поселка Горшкова. در номерои پایین ویدیو بوده زنگ زنید. السلام علیکم یا بارگاه دوستان عزیز. خیلی که وعده دادم برای 25 نفر مادر، خواهران، مادران کار است. کاری درنه، یعنی که میوگی، سبزیجات هم خیلی تازه میکنن، جابجا میکنن در کارابکو. در شهر مسکو این ویدیو شما موندم دیدیختون. قطعی برادر هم صحبت شوه، خواهش میکنم کدمی ده کار در کاره برای 25 نفر مادر و برای برادرها 5-6 نفر و پلوس این دوستان عزیز کدمی که ما کارش میگیم یا که افتکارش میگیم برای بار برداشتن با هم خیلی هم شفیار در کاره در همون بازه. قطعی برادرها زنگ بزنید، صحبت کنید، برادرای خودمون ان شاء الله صاحب کار شه. خواهش میکنم به خاطر مادر و به خاطر کمی کمک میکنیم به این مردم. شما هم ویدیوی ما را پهن کنید تا مردمی که نیاز به کار دارن و مردمی که گم شدگی ان همه پیدا شوند. السلام علیکم و رحمت الله. خدا از همه شما راضی باشه که در بری ما هستی.